در سوریه 3 دسته به قدرت میرسن: ابقع، اصحاب و سفیانی. اینا هیچ کدوم شیعه بهشون نگاه مثبتی هم نداره، یعنی شیعه هم نیستن. سفیانی این دوتا جریان میزنه کنار، بعدش میاد به سمت عراق. خوب دقت کنید، میاد به سمت کجا؟ عراق. چرا میخواد بیاد به سمت عراق؟ چون میخواد بیاد به سمت ایران. اما اون وسط ایران یه سنگری درست کرده برای خودش به اسم چی؟ عراق، حکومت شیعه عراق. میاد به سمت عراق، میخواد بیاد به سمت عراق، در منطقه قرقیسیا یه نبردم با ترک ها میکنه. یه جنگ هم اونجا در میگیره سر گنجی که فرات آشکار میکنه. این منطقه قرقیسیا محل مرزی عراق، سوریه، ترکیه است. هیچ بعید نیست که مثلا اونجا چی باشه؟ یه چاه مثلا نفتی باشه، جنگ در بگیره. میگن ترکیه به منابع نفتی شمال عراق چشم دوخته، یه حمله میکنه به کردها. تو این بازی منطقه میخواد نفت داشته باشه. ترکیه نفت نداره. خب بالاخره نفت هم چیزی نیستش که ساده ازش بگذرن. میاد توی قرقیسیا گیر میکنه، یک جنگ اساسی در میگیره. تو نبرد قرقیسیا خیلی کشته میشن که میگن جک و جونورا میان نگه بدن اینا میخورن. یعنی انقدر این جنازه ها میمونه که جونور جمع میکنه، وحوش جمع میشن. باز توی اینجا یعنی تا الان سفیانی 3 تا جنگ کرده: ابقع، اصحاب، نبرد قرقیسیا با ترک‌ها. هیچ کدوم باز به شیعه ربطی بگید نداره. و حتی تو نبرد قرقیسیا به ما گفتن اصلا دخالت نکنید، بشینید فقط نگاه کنید خدا چجوری تو نشانه های ظهورش اینه که دشمنان شما رو میندازه به جون همینا، تیکه پاره کنن هم دیگه رو، که زمینه عقلانی و زمینی برای قدرت شیعه فراهم بشه. یه حواستون باشه. بعد اون میاد به سمت عراق، یک کشتار عجیب غریبی تو کوفه میکنه. تو این هیروبیر ایران پرچم های سیاهی از خراسان بلند میشن میرن و جالب عموم روایات میگن اصلا این لشکر شکست ناپذیره، عجیب قدرت داره. میرن اینو پسش میزنه، این فرار میکنه میره به سمت مدینه. میره در مدینه یک قتل عام عجیب غریب میکنه، میخواد بیاد به سمت مکه. اون وعده الهی محقق میشه. یعنی اون ماجرای خسف در بیضا صورت میگیره، زمین اینا رو میبله. حالا رانش زمین چیه نمیدونه. میگه تعداد بسیار اندکی زنده مونن که فقط برن خبر رو بدن. بعد آقا صاحب زمان این کل جریان من خیلی شاید بگم خودش 5-6 جلسه سخنرانی بود، ساده و سریع گفتم.